به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که مردی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد و از گرفتی دلش شکایت نمود. پیامبر محبوبمان به او طبابتی گفتند: اذا اردت ان یلین قلبک، ای مرد اگر میخواهی که دلت آرام بیابد، فاطعم المسکین، نادار و ناتوان و فقیران را طعام بده، و امسح برأس الیتیم، و یتیمان را غمخواری کن و سر آنها را سیله کن، مهربانی کن. چنانی که ما میدونیم پیامبر محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در موضوع یتیمان میگوید که انا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنه. پیامبر محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفتند که من و آنی که سرپرستی یتیم را به عهده میگیرد، آنی که یتیمی را به عهده میگیرد و کفیل میشود، کفیل خانیشش، کفیل تربیه و تعلیمش میشود، در جنت به مانند همین دو انگشت به من نزدیک خواهد بود. برادران عزیزم، هیچگاه یتیمان را فراموش نکنیم. ببینیم طبابت قلبها و آرامش دلها تنها در طعام دادن فقیران و بینوایان و صله کردن سر یتیمان و غمخوری یتیمان می باشد. در پناه عصمت خداوند جل و علا باشد.